ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. اینا رو کجا میبری؟ آرومتر بخور خفه نشی. جایی میری؟ داریم میریم دیدن آبجی ایلول. خب پس من میرسونمتون. نمیخواد، تو به خاطر ما از کارت نمون، ما خودمون میریم. تاکسی زیر پامونه. حسن الان آورد تحویل داد. چرا تو ایستگاه اتوبوس خسته بشین؟ حالا جاش کجاست؟ برای چی میخوای جاشو بدونی؟ بابا مسعوده، میپرسم میگی چرا میپرسی، نپرسم میگی چرا به دخترم توجه نمیکنی. خیلی خوب، شما برین، منم دیگه برم سر کار. خداحافظ عمو کمال. بشرا دخترم، برو آماده شو. سریعتر سریعتر. آقای مدیر دارم میگم همه کلاس شاهدن. یه دفعه به هم حمله کرد، من ازش شاکیم. تنبیهش میکنین، از مدرسه اخراجش میکنین، هر کاری میکنین زودتر. ما کسی رو بیرون نمیکنیم. ولی دخترم چرا این کارا رو میکنین؟ شما که دیگه بچه نیستین. ما اینجا یادتون نمیدیم که با هم دعوا کنین، یادتون میدیم با هم منطقی صحبت کنین. آقای مدیر اینا از بحث منطقی چی سرشون میشه؟ اینا وحشیان، همشون وحشیان. اینا با حیوانای وحشی تو کانالای مستند هیچ فرقی ندارن. گونه بسه. نه آقای مدیر، گونه حق داره. ببینین من گاهی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. همه اینا به خاطر اینه که پدر مادر نداشتم که تربیتم کنن. من خیلی تلاش میکنم آقای مدیر، ولی متاسفانه گاهی نمیشه. دخترم اینطوری صحبت نکن. نه آقای مدیر، هر کسی خودشو خوب میشناسه. حالا اگه اجازه بدین میخوام در حضور شما هم از دوستم عذرخواهی کنم، هم باهاش آشتی کنم. گونه نمیخوای با دوستت دست بدی؟ چه نقشه‌ای کشیدی؟ این چه حرفیه گونه؟ بهتره بیشتر از این وقت آقای مدیر رو نگیریم. آفرین دخترم، این که آدم به اشتباهش پی ببره و از دیگران معذرت خواهی کنه ویژگی خیلی خوبیه. گونه میتونی منو ببخشی؟ خیلی خوب، من بزرگیمو نشون میدم. خیلی خوب، دیگه برین سر کلاستون، دیگه هم اینطوری اینجا نیاین. آقای مدیر واقعا معذرت میخوام، وقت شما رو هم گرفتیم. میتونید برید. خسته نباشی.
دخترم یادت نره کلیدتو برداری وگرنه پشت در میمونی. قبل از شام تکالیفتو تموم کن. امشب غذا رو بیرون میخوریم. چه لزومی داره؟ میخوام همسر زیبا و دختر عزیزم رو ببرم بیرون. مردمم به من حسودی میکنن و میگن چه آدم خوشبختیه. جمره، بابات واقعا دیوونه است. آره دیوونم. کچربال آبیمو پیدا نمیکنم. عزیزم فرستادم خوششویی، سرمه‌ایتو بپوش. موات خیلی قشنگ شده. واقعا خوشت اومد؟ جمره، دخترم، تو هنوز آماده نشدی؟ دارم آماده میشم مامان. دفعه اولشونه دیگه چیکار کنن؟ اینا غیر از حوزه توی حیاط چیز دیگه ای ندیدن. شنا کردن دیگه قضیهش چیه؟ خب اینجا مدرسه بچه پولدار هست دیگه. تو مدرسه ما از این خبرها نبود. خب زمان شرط بندی داره تموم میشه. کی میگه سوگل از مدرسه اخراج میشه ها؟ دختر نظر شما چیه؟ مگه کسی از تو نظر خواست؟ خب تکلیف مشخص شد. گونه‌ای داره میاد. گونه بیا، گونه بیا، گونه بیا، گونه بیا، گونه. خیلی خب بس دیگه. بچه ها دوستمون سوگل خیلی پشیمونه. نمیدونین جلو آقای مدیر چه معذرت خواهی میکرد. اگه میدیدین دلتون به حالش میسوخت. چی میگی؟ این وحشی؟ آره همین وحشی. منم نخواستم موضوع رو کش بدم. بزرگی کردم و بخشیدمش. این چی داره میگه؟ تو که واقعا معذرت خواهی نکردی. چرا کردم؟ مگه چی میشه؟ خب من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، اشتباه از من بود. از این به بعدم میخوام بیشتر خودم رو کنترل کنم. حالا که وارد همچین مدرسه خوبی شدم باید قدرش رو بدونم. دیگه نمیخوام خودم رو تو درد سر بندازم. تو چی داری میگی؟ دیوونه شدی؟ چرا نظرت عوض شد؟ بذار من بگم. از کارش پشیمونه. بچه ها خودتون رو گرم کردین؟ به نظر میاد گرم کردین. جمع شین ببینم. بیاین اینجا ببینم. تو چی کار کردی؟ واقعا معذرت خواهی کردی؟ صبر کن. ما به خاطر اون بازداشت شدیم، بردنمون برای معاینه. واقعا درکت نمی کنم سوگل. به زودی درک میکنی. دخترم گونه جانم آقا. شما چرا لباس عوض نکردی؟ خب ما تو دفتر آقای مدیر بودیم. خیلی خوب برین آماده شین بیاین. باشه زود باشین. برو دخترم برو لباستو عوض کن. بفرمایید. الان خودتون میبینین که چه خونه تر تمیزیه. در ضمن همیشه از این فرصت ها براتون پیش نمیاد، شانس آوردین. مشکل مستاجرم ندارین. دوست داشته باشین همین امشب میتونین اسباب بیارین. اول یه نگاهی بندازین. بله حتما. ببخشید. الو بفرمایین. بهانه نیار، من از اینجا خیلی خوشم اومده. سلیم تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ شما کی هستی؟ من صاحب این خونم. صاحب خونه؟ آره من صاحب این خونم.